ببینید بچه‌ها، ما یک فریم ورک با هم طراحی کردیم از جنس MVC و کاملا OOP بود. یعنی چی؟ یعنی آبجکت اورینتد بود. قشنگ با ساختار کلاس، آبجکت، شیگرایی آشنا شدیم. حالا می‌خوایم بریم سراغ لاراول. این همه فریم ورک ساختیم که چی رو یاد بگیریم؟ اون ساختار اولیه لاراول رو یاد بگیریم. پس بنابراین ما میایم سراغ کامند لاینمون. حالا توی ویندوز اگه هستین CMD یا پاورشل، اگه توی مک یا لینوکس هستین ترمینال، دستور کامپازر رو اجرا می‌کنیم. می‌نویسیم کامپازر و یک دستوری داره به اسم create project، یعنی ایجاد کردن پروژه. create project. و بعد از این ما اشاره میکنیم به اون شرکت یا به اون کسی که اومده اون پکیج رو برای ما درست کرده که اسمش بوده لاراول، و همچنین این شرکت یا این فرد یا این نهاد اومده پکیج لاراول رو برای ما درست کرده. پس بنابراین میشه لاراول سلش لاراول و بعد اسم پروژه‌مون. حالا میخوایم اینجا مثلا باشه پراجکت. پس ما داریم یک پروژه‌ای به اسم پراجکت درست میکنیم با فریم ورک لاراول. حالا من داخل سیستم که وارد میشم کامل براتون توضیح میدم که مدل هایی که ایجاد کرده بودیم توی فریم ورک قبلی و کنترلر ها و ویو ها کجا قرار دارن و چجوری میتونیم ازشون نهایت استفاده رو ببریم. خب همونجوری که بهتون گفتم برای نصب لاراول ما احتیاج به گیت و کامپازر داریم. اونها رو که از قبل نصب داریم، منتها برای php.ini من براتون ویدیوش رو میذارم و با هم دیگه بعدا دوباره انجام میدیم. منتها من وقتی که بخوام مثلا روی دسکتاپم بیام و یک پروژه لاراول ایجاد بکنم، شیفت رو نگه میدارم و روی دسکتاپ یا روی اون فولدری که مد نظرم رایت کلیک میکنم، میذارم open PowerShell window here. حالا این تو فضای ویندوزه. همونطور که گفتم دستور کامپازر create project و لاراول. اسم پروژهمون مثلا باشه پراجکت. پس ما یک پروژه داریم ایجاد میکنیم که اسمش پراجکته و جنسش لاراول. همین رو اینتر میکنم تا برای من فایل های مرتبط رو دانلود بکنه و همچنین تنظیمات اولیه رو برای من انجام بده. حالا وارد فولدر پروژه میشم، میگم cd project و بعد اون رو با ویژوال استودیو کد باز میکنم، میرسم کد فاصله نقطه تا تمام محتوای فولدرم با ویژوال استودیو کد باز بشه. این تمام پوشه ها و فایل های داخل پروژه لاراول ماست. ما قبلا یک فولدر داشتیم به اسم مدلز، اما الان فولدر مدلز اومده داخل فولدر اپ. هیچ فرقی هم نداره، کارایش همونه. و اگر ما کنترلر رو ایجاد بکنیم میره داخل قسمت HTTP controllers. پس این هم فولدر controllers و همچنین views داخل فولدر resources اومده. پس ما فولدر ویوز، مدلز و کنترلرز رو پیدا کردیم. حالا برای ایجاد مدل، کنترلر و ویو دیگه احتیاج نداریم بیایم و فایل رو تولید بکنیم. چیکار میکنیم؟ از دستور make استفاده میکنیم. php artisan make. اگر میخوام یک مدل تولید بکنم می‌نویسم مدل. حالا فرض کنید ما میخوایم یک مدلی به عنوان کار بیایم تولید بکنیم. می‌نویسم کار، منتها اتفاقی که میتونه اینجا بیفته اینه که کنترلر و قسمت‌های دیگه هم همزمان با این مدل ایجاد بشه. منتها من فقط اینجا به کنترلر بسنده میکنم. پس می‌نویسم سایفن C. این مدل رو به همراه کنترلر برای من ایجاد کرده. منتها توی فریم ورکی که با هم دیگه ایجاد کرده بودیم، ما می‌اومدیم داخل مدل حالا کار مثلا اینجا تمام اون ارتباطات بین دیتابیس و مدل رو مدیریت می‌کردیم. کدهاشو دونه دونه می‌نوشتیم. اینجا دیگه احتیاجی به این قضیه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه الکوئنت داره تمام این ارتباط رو برای ما مدیریت میکنه. یعنی ما احتیاج نداریم حتی یک خط کد SQL بنویسیم. خب من از شما میخوام مثل من با استفاده از دستور کامپازر کریت پراجکت یک پروژه لاراولی بنویسید و همچنین اون رو اجرا بکنید با استفاده از فرمان php artisan serve. خب پروژه ما توی آدرس لوکال هاست و پورت 8000 ران شده. کنترلر رو نگه میدارم، روی این لینک کلیک میکنم. این میشه
صفحه اول پروژه ما که توی جلسه آینده راجع به جزئیات بیشترش با هم دیگه صحبت میکنیم.